چون دیگه نمیشه. من میگم میشه. یه زمانی خودم بچه که بودم وقتی میگفتن که در حین نماز تیر رو از پای مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در آوردن که درد رو متوجه نشه، واقعا باورش برام سخت بود. میگفتن چون امام در اوج اخلاص و عرفان بود در حال نماز این درد رو حس نمی‌کرد. یه زمانی این واقعا باورش برام سخت بود، ولی الان پذیرفتم که از اون بدترش هم میشه یه ملتی رو در بدترین شرایط درد تحریم به اوج اخلاص به نشئگی عرفان دعوت کرد، اما خودت در اوج اختلاس وارد کار بشی و اونا دردش رو حس نکنن. میشه یه ملتی رو تو اوج شرایط تحریم به اوج نشئگی عرفان و اخلاص دعوت کنی و اونا رو برای شفا گرفتن و درمان بیماریاشون به امامزاده ها حواله کنی، اما خودت تو اوج اختلاس برای درمان خودت راهی انگلیس بشی یا بری انگلیس. نمیشه؟ من میگم میشه یه ملتی رو تو شرایط تحریم به اوج نشئگی عرفان به اوج نشئگی اخلاص دعوت کنی، اما خودت در اوج اختلاس، اونم با یه داغ مهر نماز رو این پیشونی، با یه چفیه تو گردنت، با 3000 میلیارد پول قبلتو به سمت کانادا کش کنی، کسی هم دردش نفهمه. میشه، من معتقدم میشه.